اینو برای من تکرار کن، یا ببخشید نشنم چی گفتی، میشه یه دفعه دیگه بگی؟ این باز چند تا حالت مختلف داره. من سعی میکنم مهماشو، حالا 3 تا یا 4 تاشو بهتون آموزش بدم. ساده ترینش اینه که بگید sorry what did you say. sorry what did you say. ببخشید چی گفتی؟ what did you say. یا مثلا بگی sorry I didn't catch that. I didn't catch that. نفهمیدم چی گفتی، متوجه نشدم چی گفتی. البته اینا بچه‌ها تقریبا غیر رسمی هستن. اگه بخواید یکم رسمی تر بگید، مثلا به رئیستون دارید میگید، به معلمتون دارید میگید، یه جای رسمی هستید، میگید sorry could you please repeat that. could you please repeat that. یه مورد دیگه هم داریم که میگه come again. دوباره بگو come again. این رو بچه ها سعی کنید تو محیط‌های رسمی و به کسی که حالا براش احترام قائل هستید، محیط رسمیه و شما براش احترام قائلید، نگید. خیلی خودمونیه. مثلا به دوستتون میتونید بگید come again. دوباره بگو. پس اینو فقط تو محیط‌های غیر رسمی سعی کنید استفاده کنید. come again. دوباره بگو. البته تو محیط‌های خیلی غیر رسمی تر هم میتونید بگید ها همون ها. خودمون رو تو انگلیسی هم داریم ها. یه دانشجوی آمریکایی من داشتم که کلا همینجوری حرف میزد. یه چیزی که میگفتم میگفت ها. دقیقاً هم با همین حالت، یعنی اغراق نمیکنم، میگفت ها و یعنی could you please say that again. البته سنش از من خیلی بیشتر.